از جمله حوادث بزرگ و فتنه‌های سهمگین که در عصر خلافت عباسیان زمین اسلام را لرزاند و بنیاد دولت را به تزلزل آورد، قیام بابک خرمدین و پیروان او خرمیان یا سرخ جامگان بود. این شورش که بیش از 20 سال ادامه یافت نه تنها یک نبرد نظامی بلکه برخورد عقاید در پوشش شعارهای اجتماعی و مذهبی بود. درباره اصل و نسب بابک مورخان و صاحبان اخبار روایت‌های گوناگون آورده‌اند و اختلاف در این باب بسیار است و این اختلاف از آنجا سرچشمه می‌گیرد که بابک خود از خاندان پست و گمنام برخاسته بود و چون قدرت یافت نسب خویش را پنهان داشت یا تغییر داد. گروه بر این هستند که پدر او مرد بود از مردم مدائن که او را عبدالله می‌گفتند و پیشه او روغن فروشی بود. او به ناحیه آذربایجان آمد و در دهه مسکن گزید. واقعی در روایت خویش می‌آورد که پدر بابک مرد بود مطهر نام پسر فاطمه بنت ابو مسلم خراسانی و از این رو خرمیان او را از نسل ابو مسلم بدانند تا بر اعتبار او بیافزایند. اما روایت مشهورتر و به حقیقت نزدیکتر آن است که پدر او مرد بود نامعلوم یا کم بضاعت از سواد عراق که به دهه بلال آباد در ناحیه میمزد آذربایجان کوچ بست. در آنجا با زن یک چشم یا به قول معیوب ازدواج کرد و بابک از این پیوند به دنیا آمد. ابن ندیم در الفهرست می نویسد که مادر او زن یک چشم بود و از دهه بلال آباد و بابک در کودکی گاوهای مردم را به چراگاه می برد و نام اصلی او را حسن گفتند و چون به مقام پیشوایی رسید نام بابک را که نام ایرانی کهن و معنای پدر یا بابا از برخود گرفت تا در دل پیروان ایرانی خود محبوبیت پیدا کند و زادگاه او بیشک همان ناحیه کوهستانی بز و بلال آباد در نزدیکی شهر اردبیل بود که مردم آن از قدیم بر آیین‌های مزدک و خرمدینی میل داشتند. چون بابک به سن رشد رسید آثار زیرکی و مکاری در او هویدا گشت. میگویند که او در ایام جوانی خدمتگار مردم بود و روز جاویدان ابن سهرک که سرور خرمیان در آن ناحیه بود از دهه بلال آباد گذر کرد. جاویدان در راه بابک را دید و یا با مادر او سخن گفت و چون زیرکی او را در گفتار و کردار آزمود او را پسندید و از مادرش اجازت خواست تا بابک را با خود به قلعه بز برد و سرپرستی اموال خویش را به او سپارد. مادر راضی شد و بابک به خدمت جاویدان درآمد. در آن زمان میان جاویدان و رقیب او ابو عمران که او نیز از سران خرمیان محسوب بود دشمنی و خلاف برپا بود. بابک در این نبردها شرکت جزو دلیری و کاردانی نشان داد تا اینکه اعتماد جاویدان را کاملا به دست آورد. تقدیر چنین بود که در یکی از نبردها با ابو عمران جاویدان زخمی سخت برداشت و ابو عمران کشته شد. جاویدان با زخم کاری به قلعه بز برگشت و پس از 3 روز بر اثر آن جراحت هلاک گردید و این مرگ آغاز دوران بابک شد. در این مقام نقش همسر جاویدان بسیار مهم و حل کننده بود. چون جاویدان جان به جان آفرین تسلیم کرد، زن او که با بابک دل بسته بود و گویا میان آنها رابطه محرمانه برقرار گشته بود، مرگ شوهر را از پیروان پنهان داشت. او سران خرمیان و لشکریان را جمع آورد و به آنها گفت شوهر من جاویدان دیشب وصیت کرد و گفت من این شب میمیرم و روح من از بدنم خارج می شود و در همان لحظه به جسم بابک داخل می گردد. پس او قائم مقام و امام شماست و شما را به پیروزی ها خواهد رساند و آیین مزدک را احیا خواهد کرد. این سخن بر پایه عقیده تناسخ یعنی انتقال روح بود که خرمیان با آن ایمان داشتند. آنها معتقد بودند که روح امامان نمیمیرد بلکه از جسم به جسم دیگر انتقال می‌یابد. پس مردم این دعوا را پذیرفتند و بابک را همچون تجسم روح جاویدان و پیشوای نو خود شناختند. در همان مجلس آیین‌های خاص خود را به جا آوردند. تبری و دیگر مورخان نقل می‌کنند که آنها گاوی را کشتند و پوست آن را پهن کردند و شراب را با خون گاو آمیختند و هر یکی از پیروان پاره از نان را در آن آمیخته شراب و خون تر کرده خوردند و با بابک بیعت نمودند. بدین ترتیب بابک در سال 201 هجری رسما پرچم شورش را برافراشت. او نخست مردم را به کشتن مخالفان و غارت اموال مسلمانان و ویران کردن مسجدها دعوت کرد و گفت هر کس را که بر آیین ما نیست بکشید و زن و فرزندش را اسیر گیرید. و این آغاز خونریزی های بسیار بود که سالها ادامه کرد و خواب را به دیده خلیفگان بغداد حرام ساخت. عقاید خرمیان. خواننده هوشمند: هیچ شمشیر بی عقیده از غلاف بیرون نآید و هیچ جماعت بی پیمان استوار گرد هم نآیند. قیام بابک نیز تنها یک شورش کورکورانه نبود بلکه ریشه در خاک اندیشه های کهن داشت که در زیر خاکستر فراموشی پنهان مانده بودند و با وزش باد حادثات دوباره
زبانه کشیدند. درباره وجه تسمیت خرمیه اهل تحقیق اختلاف دارند. گروه بر آن رفتند که این نام از کلمه فارسی خرم یعنی شاد و خرسند گرفته شده است، زیرا پیروان این کش لذت‌های دنیا را حلال می‌دانستند و غم را از خود دور می‌ساختند. و دیگران گفتند که منسوب به دهه از خرم نام در نزدیکی اردبیل که مرکز اجتماعی آنان بود. اما یقین این است که ریشه اصلی این عقاید به تعلیمات مزدک ابن بامداد که در زمان قباد ساسانی ظهور کرده بود پیوند می‌خورد. ابن ندیم در کتاب الفهرست پیوند میان بابک و مزدک را چنین شرح می‌دهد: و خرمیان دو گروهند، خرمی اصلی و مزدکیه. و اما بابکیه پس آنها را بابک خرمی پدید آورد و گفته می‌شود که اساس دین آنها بر ثانویه یعنی روشنایی و تاریکی استوار است و بر این باورند که عالم از دو اصل پدید آمده است. پس بابک دعوای کش نو نکرد، بلکه خاکستر آیین مزدک را که شعار آن برابری در مال و زن و ستیز با ظلم اشراف بود دوباره دامن زد و پیروان او را سرخ جامگان می‌خواندند، زیرا آنها جامه‌های سرخ بر تن می‌کردند تا نشانه خونخواهی و آمادگی برای نبرد باشد و این رنگ را به ضد رنگ سیاه عباسیون که شعار دولت بغداد بود برگزیدند. ستون مهره ایمان خرمیان بر عقیده تناسخ، انتقال روح از بدن به بدن دیگر و حلول یعنی وارد شدن جزء از فر ایزدی یا نور الهی در جسم پیشوایان استوار بود. آنها باور داشتند که روح آدم در سلسله پیامبران و امامان پیوسته سفر می‌کند تا به جاویدان و سپس به بابک رسیده است. عبدالقادر بغدادی که از مورخان اهل سنت است در بیان عقاید و باوری‌های آنها چنین می‌نویسد: و آنها بر این پندارند که روح‌ها نمی‌میرند بلکه از قالب به قالب دیگر انتقال می‌یابند. اگر انسان نکوکار باشد روح او به جسم خوشحال و توانگر می‌دراید و اگر بدکار باشد به جسم حیوانات یا انسان‌های دردمند و فقیر وارد می‌شود. و از همین رو بابک در نظر دهقانان ساده لوح نه یک شورشگر عادی بلکه خدا یا مظهر خدا می‌نمود. و هرگاه که یکی از یاران او کشته می‌شد بابک به دیگران می‌گفت روح او نمرده است بلکه به آسمان رفت و در جسم نوزاد باز خواهد گشت. این عقیده ترس مرگ را از دل لشکریان او دور می‌ساخت. اما درباره اخلاق و شریعت آنها مورخان مسلمان روایت‌های وحشتناک نقل کردند. گفتند که آنها اباحت را پیشه کردند، یعنی همه چیز را مباح می‌دانستند و قیدهای حلال و حرام را برداشتند. شهرستانی در الملل و النحل می‌آورد که جمع از آنها بر اینند که هیچ چیز بر انسان حرام نیست مگر آنچه نفس از آن نفرت کند و میگویند لذت‌ها برای بهره برداری آفریده شده‌اند و من کردن نفس از لذت ظلم است. با این حال باید دانست که این اتهامات بخصوص درباره اشتراک زنان و فحشای عمومی در شب به نام شب لذت ممکن است غلو دشمنان آنها باشد تا چهره بابک را منفور سازند و ممکن است که حقیقت باشد. اما مسلم است که بابک به شرایط اسلامی پایبند نبود و تکلیف‌های دین را از دوش پیروانش ساقط کرد. هدف نهایی بابک تنها آزادی مذهبی نبود، او آرزوی سرنگون خلافت عربی را در سر می‌پرورید و می‌خواست شوکت پادشاهان ایران باستان را احیا کند و این مطلب در سخنان او و نامه‌های او که به مازیار حاکم تبریستان نوشته است هویداست. نظام الملک در سیاستنامه با لحن تند از نیت باطنی آنها پرده برمی‌بردارد و از قول بابک چنین نقل می‌کند که بابک می‌خواست این ملت اسلام را وراندازد و دین مزدک را دوباره آشکار کند و پادشاهی عجم را به حال خود بازگرداند. علاوه بر انگیزه‌های ملی و مذهبی، عامل اجتماعی نیز نقش بزرگ داشت. دهقانان آذربایجان و کوهستانیان ایران که از ظلم خراجگران خلیفه و ستم زمینداران بزرگ به داد آمده بودند در وجود بابک نجات بخش خود را دیدند. بابک وعده تقسیم عادلانه زمین و بیکار کردن مالیات‌های سنگین را داد و این سبب شد که توده‌های مردم حتی آنهایی که از عقیده او خبر نداشتند زیر پرچم سرخ او گرد آیند. چنین بود که بابک با آمیخته کردن امید اقتصادی برای فرودستان و غرور ملی برای بزرگان و باوری‌های عرفانی برای عوام قدرت ساخت که بزرگترین لشکر خلافت را به زانو درآورد. به تدریج پایه‌های قدرت بابک استوار گشت و آتش فتنه از کوهستان آذربایجان زبانه کشید و دود آن چشم خلافت بغداد را خیره کرد و این پیروزی‌ها نه تنها به سبب شجاعت سرخجامگان بلکه به علت استحکام موقع و زیرکی پیشوای آنها بود. مرکز فرمانروایی بابک شهر و قلعه بز یا بزنگ بود که در میان کوههای سر به فلک کشیده قراداغ بین آذربایجان و ایران قرار داشت. یاقوت هموی در معجم البلدان وصف آن را چنین می‌آورد که بز ناحیه است در آذربایجان و میان آن و اردبیل فاصله است و آنجا قلعه بابک بود و کوه‌هایی است که دستنارس است و راه‌هایی دارد که سوار جز یک نفر پس دیگری نمی‌تواند رفتن. بابک از این موقع جغرافیک خداوند به آن سرزمین عطا کرده بود بهترین استفاده را برد. شیوه جنگ او جنگ چریکی، جنگ پرتیزنی، هجوم ناگهانی و شبیخون و کر و فر بود. لشکریان او که با راه‌های پیچیده کوهستان آشنا بودند در دره‌ها کمین می‌گرفتند، چون لشکر خلافت که به جنگ دشت عادت داشت وارد کوه و کمر و دره و اورنگ و تنگناها می‌شد
سرخجامگان از بالای کوه سنگ‌ها و تیرها فرو می‌ریختند و راه بازگشت را می‌بستند و این تاکتیک سبب هلاکت بسیاری از سرداران نامی گشت. خلیفه مأمون که در خراسان و بغداد گرفتار مشکلات بسیاری بود، خطر بابک را درک کرد و لشکرهای پیهم برای سرکوب او فرستاد، اما این لشکرها یکی پس دیگر شکست خوردند. نخست یحیی ابن معاذ به نبرد پرداخت، اما کار از پیش نبرد و آسیب بسیار دید. سپس عیسی ابن محمد ابن ابو خالد با لشکری عظیم روانه شد، ولی بابک برای شبیخون زد و لشکرش را پراکنده ساخت، چنانچه عیسی با خواری به ارمنستان گریخت. اما دردناکترین شکست خلافت مرگ سردار بزرگ محمد ابن حمید طوسی در سال 214 هجری بود. محمد ابن حمید که از بزرگان لشکر عباسیان و فاتحان شورش زرایق در مصر بود، با سپاه گران و تجهیزات کامل به آذربایجان آمد. او چند پیروزی اولیه به دست آورد و بابک را مجبور به عقب نشینی به سوی کوهستان 80 سر کرد. تبری جزئیات این فاجعه را چنین نقل می‌کند که بابک قسم از لشکر خود را وادار کرد که وانمود کنند که می‌گریزند و محمد ابن حمید را به دره تنگ وحشتناکی کشاند. چون لشکر اسلام به میان دره رسید، ناگهان خرمیان از کمینگاه‌ها برآمدند و از هر سو حمله آوردند. لشکر محمد را به گریز نهاد، اما خود او که مرد غیور بود از میدان فرار نکرد و شمشیر را شکست تا نشان دهد که قصد بازگشت ندارد و تنها مردانوار جنگید تا شهید شد. با مرگ محمد ابن حمید ترس بر دل خلافت افتاد و بابک بر منطقه مسلط شد. پس از این پیروزی بزرگ، شهرت بابک عالمگیر شد. قدرت او از آذربایجان و ایران فراتر رفت و تا همدان و اصفهان و حتی حدود خراسان تاثیر گذاشت. مردم بسیار از روستاها که از خراج به سطوح آمده بودند آشکارا به آیین او گرویدند و یا با او همدستی کردند. در این زمان بابک تنها یک شورشگر محلی نبود، بلکه وارد بازی‌های بزرگ سیاسی گشت. او با مازیار ابن قارین حاکم تبریستان که او نیز در دل هوای استقلال و احیای آیین زردشتی داشت مکاتبه کرد. همچنین تبری و دیگر مورخان اشاره می‌کنند که بابک با قیصر روم تئوفیلوس رابطه برقرار کرد و او را تشویق نمود تا به سرزمین اسلامی حمله کند تا فشار لشکری خلیفه از روی بابک کم شود. این عمل نشان می‌دهد که بابک برای بقای خود از هیچ وسیله حتی اتحاد با دشمن دیرینه مسلمانان رویگردان نبود. وضعیت خلافت در پایان دوران مأمون هولناک بود. شمال دولت در دست سرخجامگان، مرزهای غربی تحت تهدید رومیان و خزینه دولت خالی از مصارف جنگ‌های بی‌حاصل و این گره که تنها به دست مرد آهنین چون معتصم و سردار کاردان چون افشین استراوشنی کشادنی بود. کاری بابک بالا گرفت و هیچ لشکری را یارای مقاومت با او نبود. خلافت دریافت که آهن را جز آهن نبرد و ایرانی را جز ایرانی شکست ندهد. این بود که معتصم عباسی مرد جنگاور پرهیبت کمر به نابودی این فتنه بست. در سال 218 هجری چون مأمون درگذشت و معتصم بر تخت خلافت نشست، نخستین همت او آن بود که بابک را برکند. او یکی از بزرگترین سرداران خود حیدر ابن کاووس را که با لقب شاهان نیاکانش افشین معروف بود به حضور خواند. افشین که شاهزاده استراوشنی بود، مرد کاردان بود، سیاستمدار و در فن حرب به همتا. معتصم او را بر تمام لشکرهای شرق امیر گردانید و خزینه‌های بیت المال را برای او کشاد. روایت است که معتصم هر روز 1000 درهم برای مصارف افشین و جاسوسان او مقرر داشت و گفت تا سر بابک را نآری باز مگرد. افشین چون به آذربایجان رسید، برخلاف سرداران پیشین که با شتاب به کوهستان حمله می‌بردند و در کمینگاه‌ها نابود می‌شدند، روش صبر استراتژی را پیش گرفت. او نخست امنیت و ارتباط را در راه‌ها برقرار کرد. قلعه‌های خراب شده بین زنجان و اردبیل را تعمیر نمود و در هر منزل سپاهی گماشت تا کاروان‌های آذوقه به سلامت برسند. ابن اسیر در این باب می‌نویسد که افشین بر این تدبیر بود که بابک را در قلعه‌اش محبوس کند و راه‌های آذوقه را بر او ببندد تا مجبور به جنگ روبرو شود. افشین شبکه وسیع جاسوسان را به کار انداخت. او به دهقانان محلی پولی بسیار داد تا از هر حرکت بابک او را آگاه سازند. هرگاه بابک قصد شبیخون میکرد، افشین از پیش آگاه بود و راه را بر او میبست. این تدبیر سبب شد که هیبت بابک شکسته شد و بسیار از یاران او که تنها به خاطر غنیمت گرد آمده بودند پراکنده گشتند. یک نمونه زیرکی افشین آن بود که چون کاروان بزرگ از بابک به سوی بزم آمد، افشین آن را در تنگی گرفتار کرد و همه را نابود ساخت، ولی هیچ شتاب نکرد که به بزم حمله برد تا زمان مناسب فرا رسد. در سال 222 هجری افشین حلقه محاصره را تنگ کرد و لشکر خود را در پای قلعه بزم مستقر ساخت. بزم بر فراز کوه دشوارگذر جای داشت و بابک آن را با دیوارهای بلند و مناره‌ها استحکام بخشیده بود. جنگ نهایی بسیار
سخت و خونین بود. سرخجامگان با وجود ناامیدی در ایران دفاع میکردند. آنها سنگ‌های بزرگ و کوزه‌های نفت را بر سر لشکر افشین میانداختند، اما افشین منجنیق‌ها را بر بلندی نصب کرد و دیوارهای قلعه را میکوبید. روز جمعه 20 ماه رمضان سال 2222 هجری لشکر افشین با حمله همه‌جانبه وارد قلعه شد. تبری توصیف این روز را آورده است که چون نفت اندازان افشین آتش در خانه‌های بز انداختند، دودی غلیظ به آسمان رفت و تکبیر مسلمانان کوه‌ها را به لرزه آورد. بابک چون دید که کار از دست رفته است، لباس بازرگانان پوشید و با برادرش عبدالله و چند تن از خواستگان خود به سوی جنگل گریخت. افشین وارد قلعه شد و امر کرد تا قلعه را ویران کنند و آن را آتش زنند تا دیگر هیچ شورشگری نتواند در آن پناه برد. او پسران و دختران بابک را که در قلعه مانده بودند اسیر گرفت و با احترام نگاه داشت تا بابک را دستگیر کنند. سقوط بز ضربه مرگاور بر پیکر جنبش خرمیان بود. مردمی که سالها بابک را شکست ناپذیر می‌پنداشتند دیدند که چگونه کاخ اقبال او در یک روز فرو ریخت و این حقیقت تاریخ است که هیچ قدرتی که بر زور تکیه دارد جاوید نماند. وقتی دیوارهای بز فرو ریخت، بابک دریافت که دیگر مقام ایستادن نیست. پس راه گریز پیش گرفت، اما تقدیر دام خود را بر سر او گسترده بود. بابک با برادرش عبدالله و چند تن از خواستگان خود به سوی کوهستان ارمنستان رو نهاد و امید آنکه به سرزمین روم برسد و از قیصر مدد جوید. اما در راه به دره سهل ابن سنباط حاکم ارمنی قلعه‌های آن نواحی رسید. سهل که مرد مکار و فرصت طلب بود، بابک را ظاهرا دوستانه استقبال کرد و گفت: ای پیشوا، این خانه تو و من چاکر تو ام. بابک به او اعتماد نمود، زیرا پیش از این سهل با او بر ضد لشکر اسلام همدستی داشت. اما سهل در نهان با افشین نامه نوشت و وعده داد که بابک را تسلیم خواهد کرد به شرطی آنکه افشین برای او اماننامه و پاداش بزرگ از خلیفه بگیرد. روز سهل به بهانه شکار بابک را از قلعه بیرون برد. ناگهان سربازان افشین که در کمیگاه بودند برای درافتادند و بابک را زنجیر پیچ کردند. بابک چون خیانت سهل را دید، بر او نگریست و گفت: ای سگ، ما را به چه قدر فروخت. افشین چون بابک را دستگیر کرد، شادی بسیار نمود و او را با احتیاط و حفاظت شدید به سوی پایتخت نو خلافت شهر سامرا روانه ساخت. خلیفه معتصم برای این پیروزی جشن عظیم آراست که مانند آن در تاریخ عباسیان دیده نشده بود. در ماه صفر سال 223 هجری بابک را به شهر وارد کردند. برای تحقیر و نمایش او به او لباس دیبا و مخمل پوشاندند، همچون تمسخر به ادعای شاهی او و کلاه بزرگ بر سرش نهاندند و او را بر فیل عظیم سوار کردند تا همه مردم او را ببینند. مردم سامرا در کوچه ها و با مها جمع آمدند و بر او نفرین می‌فرستادند. معتصم در مجلس خاص او را به حضور طلبید. گرچند تفصیلات دقیق گفتگوی آنها در منابع اختلاف دارد، اما نقل است که معتصم از او پرسید: ای بابک، تو آن کسی که جهان را به شور آوردی؟ بابک خاموش ماند یا پاسخی کوتاه داد. معتصم فرمان داد تا او را به میدان قتل برند. جلاد حاضر شد و نخست دست او را قطع کرد. در این لحظه بابک کاری کرد که در تاریخ ثبت شده و دوست و دشمن را به حیرت آورد. او دست بریده خود را به چهره‌اش مالید و رویش را به خون خود سرخ کرد. معتصم یا یکی از حاضران پرسید: این چی کار است؟ بابک گفت: من رویم را با خون سرخ کردم تا چون خون از بدنم رود چهره‌ام زرد نگردد و دشمنانم گمان نکنند که زردی روی من از ترس مرگ است. سپس دست چپ و پایهای او را بریدند و سرانجام سرش را از تن جدا کردند. تنه او را در کنار شهر سامرا به دار آویختند و سرش را به شهرهای دیگر گرداندند تا عبرت بینندگان گردد. سرانجام مردی که 20 سال زمین را به لرزه آورد و خونهای بسیار ریخت کشته شد. در ارزیابی شخصیت بابک مورخان را دو نگاه است. از یک سو او سرکرده فتنه، دشمن دین اسلام و مبلغ عقاید باطل حلول و تناسخ بود که هزارها مسلمان را بیرحمانه به قتل رسانید و مسجدها را ویران کرد. از این رو شکست او پیروزی بزرگ برای امت اسلامی شمرده می شود. از سوی دیگر نمیتوان انکار مردانگی، تدبیر و استقامت او در برابر لشکرهای عظیم خلافت کرد. او مردی بود که از خاک برخاست و با تکیه بر شمشیر و اراده خود بزرگترین امپری زمان را به چالش کشید. اما عبرت تاریخ در این است که هر بنایی که بر پایه ظلم و خونریزی، خواه از جنبش شورشگر باشد و خواه از جانب سلطان بنا شود، پا بر جا نمیماند.